اگه فشار خون بالا دارید، یه نکته مهم هست که باید رعایتش کنید. توقفتون توی حرکات معکوس باید خیلی کوتاه باشه. حرکات معکوس اون حرکاتی هن که سر پایین تر از قلب قرار میگیره. امروز براتون یه تمرین تنفسی و 2 تمرین فیزیکی آوردم که میتونه کمکتون کنه. بریم با هم انجامش بدیم. خب برای انجام این تمرین انگشت اشاره و انگشت وسطی دست راستتون رو جمع کنید. حالا با انگشت شستتون حفره راست بینی رو ببندید و از حفره چپ 4 شماره دم انجام بدید. حفره چپ رو با انگشت حلقه ببندید، از حفره راست 8 شماره بازدم. از همون حفره راست 4 شماره دم. هشت شماره بازدم از چپ. خب این شد یه دور تمرین رو 10 دور انجام بدید. برای این تمرین بشینید، پاها رو جلوی بدنتون دراز کنید. از چند تا بالش کمک بگیرید. بالش ها رو بذارید روی ساق پاها و آروم آروم به سمت جلو بدنتون رو خم کنید و پیشانی رو روی بالشتون قرار بدید. اینجا میتونید 10 شماره 10 دم و بازدم مکس کنید و برگردید به سمت بالا. برای این تمرین هم روی 2 زانو قرار بگیرید. یه کوچولو بین زانوها فاصله ایجاد کنید. دوباره از بالشتون کمک بگیرید. بالش‌ها رو بیارید نزدیک خودتون و آروم آروم قدم بزنید با دستاتون به سمت جلو و پیشانی رو روی بالشتون رها کنید. اینجا هم میتونید از 10 ثانیه تا 1 دقیقه توقف داشته باشید و بعد به آرومی برگردید.